سال اینر اوت اینر اولر اینر کب اینر. دعا گرفتن از نسل بزرگسال فرهنگ مردمی اینجاست. به این باورند که چون عمر زیاد دیدند کلام و نیت آنها از نیروی قدسی منشأ می‌گیرد، تأثیر دارد. هر قدر سال بیشتر همان قدر دعا کننده محترمتر. زویده خان باطیرا که حالا در دهه سامانیان ناحیه جلال الدین بلخی زندگی می‌کند، بر اساس حجت‌هایش 122 سال دارد. در این شناسنامه او با رمز شوروی سابق سال تولدش 1895 درج شده است. او سال 1998 که این نوع شناسنامه ها هنوز در استفاده بودند، آن را از وزارت امور خارجه تاجیکستان به خاطر سفر حج گرفته است. Katta daryolarda ko'rdim. Katta yaxshi joylarni ko'rdim. Ro'yobda yaxshi joylar bor ekan. Tepalar butun elektrlar yaraq qiladi. Odamlari yaxshi ekan. Yaxshi joylarni ko'rdim. از 4 فرزند حالا 2 نفرش زنده‌اند. دخترش در 71 و پسرش در 75 سالگی وفات کردند. میگوید بس زندگی خوش و خاطرمان داشته است. اسرار دراز عمری او را نیز نزدیکانش در زندگی فعالش می‌دانند. نگاهبین ساز داشت، همش کمبودی نداشت. این وحشه کمبودی نداره. یگان جا خیلیش هم سلامتی زور بود و بخوت بود. مکان تولد او جمهوری ازبکستان بوده. آوان جوانی در شهر حصار تاجیکستان مسکون شده است. وی سال 1955 با همسرش به ناحیه حاضره جلال الدین بلخی کوچیدند. پاچانو آتنم امام علی. بر اساس معلومات رسمی در ولایت ختلان 100 زنی هستند که سینشان از 92 بالاست. حکومت روی خطشان را ترتیب داده است و می‌خواهد که در جشن‌های رسمی و مذهبی آنها را عیادت کند و از حال و احوالشان با خبر باشد. به این نظرند که حیات کسانی دراز عمر برای نسل نو آموزنده است. ریاست کار با زنان و اولیای مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت ختلان تشبث نشان داد که در عرفه جشن روز مادر برای عیادت دیداربینی زنان از 100 بالا روند و در همین جشن آنها را از حساب برنامه‌های دولتی با کمک‌های یک وقتینه تامین نماید. سفرای عبدالله و ساکن دیگر ناحیه جلال الدین بلخی 109 سال دارد. شنوایی و بیناییش خوب است. به قول نزدیکانش به کمک اطرافیان احتیاج کمتر دارد. مستقلانه کارهایش را انجام می دهد. بیشتر ساعتش در عبادت و گوشه‌نشینی می گذرد. از این رو از نواربرداری ما که او گناه می داند خوشنود نبود. برعکس او شریفه فیض‌الله و با وجود آنکه از عائله مذهبی بوده است به آنچه در اطرافش به وقوع می‌پیوست علاقمندی ظاهر می‌کرد. وی همسر سوم ملا کریم یکی از روحانیان مشهور منطقه بوده سال 1916 از وادی رشت به دهه گلستان ناحیه جلال الدین بلخی کوچیده است. گلرخسار کلین این خاندان که نگهبان این پیرزن است میگوید او بیشتر خوراک‌های سرغذا فرمایش می‌دهد، پرهیز ندارد. سبب دراز عمری خود را این پیرزن‌ها به اراده خدا مربوط دانسته نعمت بخشیده او می‌دانند. بر طبق اعتقاد این محل بر بخشوده آفریدگار باید ارج گذاشت. Allah aşkına. Yok çekmez İsmail'i. Mali.